البته سوال دیگری از برادر آمده است که میگوید اگر مرد 8 ماه 9 ماه 1 سال در مسافرت باشد و وقتی که از مسافرت از سفر به نزد زن و کودکش بازگشت، به نزد زنش بازگشت، آیا نکاح کرده می شود؟ یعنی بعد از اینکه طولانی از نزد زنش دور شد، آیا از این سفرش وقتی که بازگشت نکاح میکنند یا که به نکاح زندگی میکند؟ البته نکاح ضرور نیست برادر عزیزم، بارک الله فیکم. نکاح همان وقت نکاح کرده می شود که طلاق به وجود آمده باشد، مرد زنش را طلاق رجعی داده باشد و مدت این عده اش 3 ماه گذشته باشد، در این وقت نکاح کرده می شود. اما در حالتی که انسان در سفر باشد، با زن و فرزندش در تماس باشد و گرچنده که 1 سال و 2 سال هم نباشد، وقتی که بازگشت این زن مرد است و نکاح وجود ندارد. و هر کسی که میگه که نکاح بکنید و این خوب است و این اولو است و این سخنها همه سخنهای باطل است و این قول فساد و قول بدعت است، قول ضال و مضل است و البته هیچ نکاح ضرور نیست. بارک الله فیکم. و حتی بعضی از قولهای هم بود که در تقریبا 2-3 سال یا که 5-10 سال قبل تر بود که میگفتند وقتی که دو نوجوان یعنی پسر و دختر وقتی که نکاحش را به موسیقی میگذراند و به این سری میزی تویی بدعتی کفری که امروز است می نشیند، زنش طلاق است. برای همین بعد از پیش از به سری ستول برآمدن یک نکاح میکردند و بعد از این یک نکاح دیگر میکردند که ما میگیم این هم بدعت است و این چنین چیزی وجود ندارد. حتی زن کافر و مرد کافر وقتی که مسلمان می شود، نکاحی همون پیشتر نکاحش نکاح است، ترش نکاح نو کردن وجود ندارد. چخیلی که ابن القیم جوزی از سنت صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و آله در کتاب احکام اهل الذمه ذکر میکنن که زینب دختر رسول اکرم صلی الله علیه و آله مسلمان شد و شوهرش پسر ابو لهب بعد از چندین سال مسلمان شد و بازگشت به نزد زینب، به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله که رسول الله صلی الله علیه و آله نکاح اینها رو نو نکردن. نکاح ابوبکر صدیق، نکاح عمر الفاروق به زنهاشون نو نشد. و به موسیقی هم توی کردن نکاح انسان رو البته نمیشکند، زن طلاق نمیشود، اما البته این گناهی به نهایت بزرگ است که انسان نباید به این راه برود. بارک الله فیکم.